شاید هر کسی قدرت خرید همچین ملکی توی کوچه مازیار منظریه توی شهر رشت رو نداشته باشه، ولی هر کس یک بار باید داخل همچین واحد استثنایی رو توی رشت دیده باشه. 243 متر بنایی که با ظرافت و حساسیت ساخته شده. نقطه به نقطه این واحد همه چیزش حرفی برای گفتن نداره. فضای سالن یک دست با قابلیت چیدمان و نورگیری عالی. توی این یونیت که توی طبقه پنجم از یه آپارتمان 6 طبقه 6 واحد واقع شده، جدا از فضای سالن یک فضای پذیرایی تفکیک شده هم برامون در نظر گرفتن با نورگیری عالی و همراه یک آشپزخونه کاملا خانمانه پسند و بدون توضیح. 3 خواب که یک خواب برای والدین در نظر گرفته شده با فضای مستر و یک کلوزت کاملا کاربردی و 2 تا خواب دیگه برای فرزندان عزیزتون.